به نام خداوند جان و خرد. سلام بر ایرانیان، درود بر بینندگان عزیز، درود بر دوست ارجمندم جناب آقای همایون افتخاریان. عرض کنم که موضوع این گفتگو ما اینه که چرا مرا نمیگیرند. این یک سوال و مسئله است که درباره فعالیت‌های من وجود داره. خب خیلی‌ها در خصوصی به من پیام میدن توی اینستاگرام، تلگرام یا جاهای دیگه. حضوری بعضیا منو میبینن، سوال میکنم. من همین سفر که داشتم میآمدم هم تو فرودگاه تهران هم مثلا فرانکفورت یک توقف چند ساعته داشتیم، بعضی از این هموطنان ایرانی دیدن خیلی صادقانه اومدن دوستانه از من سوال کردن و این براشون مسئله است. خب من عرض کنم که فکر کردم این موضوع به گفتگو بذاریم با جناب آقای افتخاریان که ما سابقه یک گفتگوی اینجوری دیگه با ایشون داریم. سر یک جنبندی داشتیم راجع به مسئله پادشاهی خواهی و شاهزاده که در استودیو در ایران ضبط شد و آقای افتخاریان خیلی خوب اداره کردن اون جلسه را. فکر کردم که اینم به خاطر اینکه یعنی به جای اینکه من یه طرفه توضیح بدم ابعاد مسئله بشکافیم، با آقای افتخاریان پیش ببریم. آقای افتخاریان خودشون فاضل و باسواد و اهل نظر هستن، به من کمکم میکنن در توضیح این مسئله و مسئله مقدار ممکنه جذابتر ارائه بشه. خب آره، الان پس ما میخوایم من آقای افتخاریان توضیح بدیم که واقعا مهدی نصیری نفوذیه، آدم جمهوری اسلامیه و چرا این همه حرفای تند و صریح میزده این مدت نگرفتن و با من برخورد قضایی نکردن یا بازداشت نکردن. این سوالش هم خیلی طبیعی است از نظر من، یعنی اصلا چیز غیر طبیعی نیست که برای کسانی، برای مردم این سوال پیش بیاد، چون خب با خیلیا اینا جمهوری اسلامی برخورد کرده. بعضیا یه استوری در اینستا داشتن به زندان افتادن، بعضیا بابت یه مقاله یک حرف باشون برخورد شده. خیلی از دوستان خود ما الان دوستان ما آقای مثلا حائری شیرازی، آقای اکبر نژاد، آقای قمیشی، آقای دانشفر، آقای دانش سرارودین همشون پرونده دارن و عرض کنم که بعضیاشون محاکمه شدن، بعضیا پروندهشون در مرحله تجدید نظره. خب این سوال خیلی طبیعی است. عرض کنم که جوابش هم واقعا گاهی که از من سوال میکنن وقتی یک کلمه‌ای میخوام جواب بدم میگم والله من خودم هم نمیدونم. منم نمیدونم برای چی با من برخورد نمیکنن. یعنی این جواب یک کلمه ایشه. اما سلام و درود به همراهان گرامی. اگر شما از برنامه‌ها و ویدیوهای این کانال راضی هستید و اونها در جهت ارتقاء فرهنگی و سیاسی ایران عزیز میدونید، با چند شیوه میتونید از این کانال حمایت کنید. اول اینکه اگر عضو کانال نیستید عضو کانال بشید با زدن دکمه سابسکرایب. دوم اینکه اگر محتوای ویدئویی را میپسندید به اون لایک بدید. سوم اینکه دیدگاه‌ها و نظرات خودتون را راجع به محتوای ویدئو در بخش کامنت ها بنویسید. چهارم اینکه این کانال و ویدئوها را به دوستان خود معرفی کنید. همکاری و همیاری شما میتونه تداوم بخش برنامه‌های این کانال باشه. سپاسگزارم. میشه راجع به این مسئله توضیح داد که ماجرا چیه. خب آقای افتخاریان حالا شروع کنید، شما شروع کنید ببینیم چجوری پیش بریم قصه را. منم درود میفرستم به شما آقای مهدی نصیری گرامی و بینندگان و شنوندگان عزیز. آقای نصیری یادش بخیر اون روز که من به همراه شما میرفتیم برای ضبط اون گفتگو، من برگشتم گفتم آقای نصیری این خیلی جالبه، آقای مهدی محمودیان
در مورد ساس حرف زده، مثلا گفته که زندان اوین ساس داره. بعد اینو مردم دوستان به من میگفتن مهدی محمودیان رو به خاطر ساس گرفتن. حالا آقای نصیری دیگه رسما برانداز شده، براندازی صحبت میکنه، نصیری رو چرا کاریش ندارن؟ خب این به نظر من خیلی طبیعیه که تو اذهان مردم بیاد، به ویژه حالا کسایی که خیلی با فعالین سیاسی آشنایی ندارن یا با تاریخ جمهوری اسلامی آشنایی ندارن. اما خب من در این باره خیلی فکر کردم. خب نمونه دیگه‌ش هم داشتیم، مثلا آقای محمد نوریزاد هم بود که سالها همین شبهه درباره ایشون هم بود، همه میگفتن چرا اینو نمیگیرنش، و منم اگر مثلا ارادتی به ایشون داشتم همه منو من میکردن، میگفتن که از کجا معلوم این نفوذی نباشه. این شبهه بود. اما خب من در مورد عواملش خیلی فکر کردم که حالا اینا رو دسته‌بندی کردم، میخوام مورد به مورد با شما درباره‌اش بحث و گفتگو کنیم. یکیش اینه که آقای آریان میدونید راجب آقای دکتر زیبا کلام هم بود دیگه، سالها راجب آقای دکتر زیبا کلام میگفتن. بعد چند ماه پیش یک نوشت آقای زیبا کلام، عنوانش هم بود چرا مرا نمیگیرن. الان ما عنوان این گفتگو هم از اون تقلب کردیم. بعد جالب، ایشون کتاب منتشر کرد، یه روز آیین رونمایی از کتاب گذاشت، رفتن یه جای رونمایی کنن، همونجا گرفتن ایشونه. آره این قصه هم بود. بله البته برخی دوستان اصلاح طلب یه فرقی که دارن، یه تفاوت عمده که براشون حاشیه امنی ایجاد میکنه، اون اینه که همه حرفا رو میزنن، انتقاداتشون از جمهوری اسلامی میکنن. خیلی از حرفایی که دوستان براندازان میزنن یا پادشاهی خواه، ایشون افراد اصلاح طلب هم میزنن. منتها تفاوتش اینه، آخرش نتیجه گیری که میکنن میگن که براندازی، گذار، رژیم چنج، هر عنوانی که بهش بگیم، هزینه زیاد داره، اشتباهه، باعث نابودی کشور میشه و ما باید همین نظام رو اصلاحش بکنیم. خب یعنی نتیجه گیری که میکنن اون حاشیه امنه رو به نظر من براشون ایجاد میکنه، چون در جهت منافع سیستم حاکمه. خب فردی که میاد موندن یک نظامی رو توجیه میکنه به نظر من نباید باش برخورد بشه. اما ابعادی که میخوام با شما بررسی کنم یکیش اینه جناب نصیری، دلیل اینکه مردم خیلی شک و شبهه درشون به وجود میاد و تردید، اون تصویریه که از دستگاه امنیتی دارن. اغلب مردم ما به ویژه مثلا متولدین دهه 40 و 50 و 60 تصویری که از دستگاه امنیتی دارن مال دهه 60 و 70، یعنی اون دوران مثلا سرکوب سنگین، اتفاقات خیلی خشن و تلخ، و شما با کوچکترین اظهار نظری نه تنها به مقامات بالا بلکه مثلا شاید به یه پاسدار، به یه حاکم شهر، همین ممکن بود که شما واقعا سر از اوین در بیاری. و خب اون تصویر رو از دستگاه امنیتی دارن و براشون قابل هضم نیست که الان کسی به راحتی بیاد انتقاد بکنه، حرف از گذار بزنه و مثلا دستگاه امنیتی هم باش کاری نداشته باشه. خب اون دوران گذشته. حالا چرا؟ هم دستگاه امنیتی نمیتونه مثل اون دوران رفتار بکنه، همین که دستگاه امنیتی هم مثل همه ما تجربه به دست میاره، رشد میکنه، تاکتیکاش تغییر میکنه. شما نگاه کنید دهه 60 و 70 خیلی اتفاقات میافتاد شاید اکثریت مردم تا سالها نمیفهمیدن و هزینه نداشت برای دستگاه امنیتی خیلی کارهایی که میکردن. یعنی شما خودت سردبیر روزنامه کیهان بودی و میگفتید من بیخبر بودم اتفاقاتی که تو اوین میفته، تو قزل‌سار میفته، از اعدام‌های دهه 60 فلان و اینا. یعنی بعدها یه چیزهایی جسته گریخته به ما میرسید، حالا وای به حال مردم عادی. خب امروز انحصار رسانه شکسته و اقدامات دستگاه امنیتی میتونه هزینه داشته باشه به لحاظ اعتبار حکومت، به لحاظ مدیریت افکار عمومی. امروز اون دوران نیست. خب میگم مردم ما هنوز اون تصویر دهه 60 و 70 و اتفاقات تلخش از ذهنشون پاک نشده و براشون قابل هضم نیست این مماشات کنونی. از دید مردم مماشات، البته از دید من میتونه یه تاکتیک باشه
به وسیله دستگاه امنیتی. حالا میخوام نظر شما رو هم در این مورد بدونم که بعد بریم سراغ ابعاد بعدیش. بله همینطوره حرف شما درسته. یعنی عرض کنم که هرچند که جمهوری اسلامی شما هر جایشی نگاه میکنید بیخردی محض هست، همه چیز با بیخردی اداره میشه، همه جا هر جایی که دست میذارید. البته در دستگاه امنیتی و اطلاعاتی هم این بیخردی هست، ولی یه جاهایی اینا به خاطر تجربه اینا دانشگاه دارن آموزش میدن. اوایل بعد از سال 57 هم اینجوری بود که اینا خیلی از نیروهای متخصص ساواک نگه داشتن، یعنی نگه داشتن تو دستگاه خودشون برای این تو مسیر خودشون آموزش ببینن. عرض کنم که خب آره، یعنی فکر میکنن که چجوری برخورد کنن که دستاورد بیشتری براشون داشته باشه. به همین خاطر فله‌ای عمل نمیکنن، یعنی با یکی تون برخورد میکنن، با یکی کند برخورد میکنن، به یکی میدان کامل میدن مثل نوع برخوردی که با من داشتن، به یکی تا یه حدی میدان میدن. آره این نکته شما عرضم به حضور شما درسته، حرف درستی است که باید روش تأمل کرد. بعد یه نکته من بگم، شما برید سر نکته بعدیتون. حالا احتمالا شما هم به این طبعا میپردازید. ببینید این که دستگاه‌های امنیتی یا اساساً یک حکومت میشینه یه طراحی‌های پیچیده‌ای میکنه و برنامه‌ریزی میکنه، سعی میکنه که مثلا یکی در یه جایی نفوذ بده یا یه سناریو اجرا کنه، این در همه دنیا مرسومه، همه جا هست، به خصوص در میان دستگاه‌های اطلاعاتی. اما مسئله اینه که من به نظرم میاد که این موضوع، یعنی مسئله طراحی و توطئه در نظامات سیاسی دنیا، در حاکمیت‌ها، در دستگاه‌های اطلاعاتی، به نظرم اصلا وجه غالب نیست. میدونید وجه غالب نیست، یک درصد اندکی داره. ما اگر خواسته باشیم این مسئله را بیش از اون مقدار خودش ببینیم، اون وقت تو تحلیلمون، توی نگاهمون، تو نتیجه گیریامون دچار خطا میشیم. یعنی یه نوع افراط گرایی در مسئله توطئه اندیشی چیز خوبی نیست. حالا میگم این مثال الان ببینید 2 تا تحلیل راجع به امریکا و غرب در ارتباطشون با ایران وجود داره، خیلی هم مشهوره، تو اذهان مردم جا افتاده. 2 تا تحلیل توطئه انگارانه. من حالا توضیح میدم، سریع ازش میگذریم چون بحث ما این نیست، ولی من این دیدم خیلی این شایع هست در میان مردم، گفتم اینجا بهش اشاره کنم. ببینید تحلیل اول اینه که بسیاری از مردم میگن که امریکایی‌ها و اروپایی‌ها بر اساس یک طراحی از قبل، مثلا از سال 55 شاید جلوتر، نمیدونم 53 یا خیلی جلوتر، میان کنفرانس گوادلوپ نشستن، یک طراحی کردن که نظام پهلوی ساقط کنن، مرحوم محمد رضا شاه بهش بگن بره، چون مثلا در راستای منافعشون دیگه دیدن نیست، یا چون مرحوم محمد رضا شاه یه جایی یک موضع تندی در اوپک گرفت، در قبال نفت مثلا غربی‌ها را تهدید کرد، یا گفتگوهای بعضا انتقادی تندی با خبرنگاران اروپایی و غربی داشت که حالا بعدها ما این ویدیوهای دیدیم، خیلی از موضع قدرت ایشون صحبت کرد. این با ما یه تحلیل جا افتاده که فارغ از این که تظاهرات بود و این قصه ها و ماجرای اتحاد بین چپ و اسلامگراها شروع شد و کار به اینجا رسان، میگن اصلا مسئله کاملا یه طراحی سابق بوده، آقای خمینی هم آدم خود اینا بوده، با طراحی خود اینا اومده، رفتن نوفل و شاتوش هم اینجوری بوده. ببینید این تحلیل بسیاری از صاحب نظران تا جایی که من دنبال کردم، اینایی که تاریخ معاصر دنبال میکنن، خب موافق با این مسئله نیستن. ماجرا اینجوری نبوده واقعا. ما شاه نظام پهلوی یک متحد خوب و قابل اعتماد برای امریکایی‌ها و اروپایی‌ها بوده.
برای اسرائیلی هم همینجور. یعنی شاه اینجا یک سیاست متوازنی داشت، متعادلی داشت، مقابل زیاده‌خواهای شوروی و کمونیستا می ایستاد. اگر در عمان جدایی طلبان ظفار و مارکسیستا میخواستن ساقط کنن نظام پادشاهی عمان، شاه اونجا نیرو میفرستاد. یعنی رابطه اینجوری بود، بهترین متحد بود در مجموع. حالا درسته یه جایی ممکنه اونا بدشون میامد از موضع‌گیری شاه، اقدام شاه. اونها وقتی به این جنبندی رسیدن که به شاه مشورت بدن، بهش بگن ایران ترک کن، و رفتن با انقلابی ها و اینا وارد مذاکره شدن، وارد معامله شدن، مانع ارتش شدن که کودتا کنه یا اقدام کنه، که انقلاب 57 شورش 57 شروع شده بود. حالا بعضیا مشخصا میگن راهپیمایی عاشورا ظاهرا که میلیونی مردم آمده بودن در خیابان، امریکایی‌ها همه به این نتیجه رسیدن که نمیتونن جلوی موجه بگیرن و اگر میخوام بگیرن باید کشتار کنن، باید هزاران نفر بکشن و اصلا معلوم نبود که مانع انقلاب بشن. میدونید حتی اون موقع خطر این داشت که بیفته دست چپا، بیفته دست مارکسیستا، مثلا میگم شوروی‌ها بیان اینجا قدرت رو به دست بگیرن. این خطرات وجود داشت. اینا در جنبندی به این رسیدن که معقول ترین راه اینه که خیلی خوب به شاه بگم بره، اینا نمیتونن کاری بکنن، و بعد برنامه ریزی کردن، گفتن ما با اینها وارد معامله میشیم، چون اینا اون روز خطر اصلیشون شوروی میدونستن. گفتن اینا مذهبی هن، آقای خمینی آخونده، با مارکسیستان نمیسازه، ما میریم با هم توافق میکنیم شما زیر بلیت شورویان نرید، اصلا ما با هم کار میکنیم. آقای بازرگان هم که آقای خمینی کرد نخست وزیر، به عنوان چهره میانه رو اینا میشناختن. بعد دیگه اون معاملات و این قصه ها صورت گرفت و حتی تو خبرها هست که اینا کمک کردن، حتی کمک مالی کردن به اینها. ولی خب و جمهوری اسلامی مستقر شد، ظاهرا اولین کشوری که به رسمیت شناخت امریکا بود، جمهوری اسلامی. ولی دیگه حالا فکر نمی‌کردن که اینا از توش چه معجونی در میاد و چی میشه و نمیدونم سفارت اشغال میکنن و ماجراهای بعد الی یومنا تا امروز. متوجه این پس این بود، نه اون توطئه انگاری که الان در ذهن خیلی‌ها هستن. حالا این نظر بعضی از شعرهای مشهورم گفتن ولی من و دیدم خیلی از صاحب نظران که تو تاریخ تسلطشون خیلی از بنده هم بیشتره، همین نگاه منه دارم. این یکی. دوم، الانم باز یه نظر اینم شایعه توی مردم که میگن امریکایی‌ها و غربی‌ها و اینا نمیخوان جمهوری اسلامی بره، اینا منافعشون در حفظ جمهوری اسلامیه. این نظرم به نظر ما درست نیست. ما نمیخوایم منکر این بشیم که جمهوری اسلامی با این نوع سیاست ورزی چه منافع تو جیب خیلیا کرده، به خصوص تو جیب چینی‌ها و روس‌ها، بله تو جیب ترک‌ها کرده، تو جیب کشورهای عربی کرده و خیلی از چیزهای دیگه. اگر نظام شاه مانده بود، دبی که دبی نمیشد، متوجه این، و این کشورهای عربی اینقدر پیشرفت نمی‌کردن. پیشرفت اونا بخش زیادش برمیگرده به این که ایران ارزه نداشت کاری کنه. این مقدار درسته، ولی این که فکر کنیم منافع اونا اینه که اینا بمانن، این حرف درست نیست. جمهوری اسلامی 45 سال دنیای اذیت کرده، امریکا، غرب، اسرائیل، منطقه، اونا دنبال این هستن که اینا برن مشروط به یک چیز. اونا دنبال هرج و مرج در ایران نیستن، دنبال تجزیه ایران نیستن. باید یه اپوزیسیونی، یه آلترناتیوی شکل بگیره، اینا رفتن یه ثباتی باشه تا اونا حمایت کنن. متوجهید؟ خب من اینجا بحثم تمام میکنم. این دوتا، ببینید این دوتا انگاره که من معتقدم دستگاه جمهوری اسلامی هم بهش دامن میزنن، اثر بدی داره، مردم را خیلی های مایوس میکنه. میگه خب اینا که نمیخوان، اینا که پشت اینان، پس ما چی کار میتونیم کنیم؟ ما کاری نمیتونیم کنیم. میدونید از تحول، از عبور، از انقلاب ناامید میشن. این اصلا چیز خوبی نیست. من حالا با عنوان دو تا نمونه های توطئه انگاری گفتم که توضیح داده باشم. یه مقدار طولانی شد، حالا شما بفرمایید. حالا من میخوام به یه بعد دیگهش نگاه کنم، گرچه شما دو تا نمونه مهمش رو اشاره کردید. این تصور مردم ما، این توطئه انگارانه بودن همه چی، یه بستر تاریخی داره، یه پیشینه تاریخی جدی داره. اونم بیشتر از زمان قاجار شروع میشه. شما نگاه کنید
مثلا معادلات سیاسی و توی ایران، معادلات قدرت و توی ایران خب خیلی خارجی ها درش دخیل بودن. یعنی توی قتل امیرکبیر، توی جابجایی پادشاهان قاجار، توی تجزیه ایران. خب شما تو تاریخ ببینید نقش انگلیسی‌ها توی دربار قاجار، بعدا نقش روس‌ها تو انقلاب مشروطه. و خب خیلی دستگاه حکومت قاجار اراده‌ای نداشته برای تغییر معادلات سیاسی و خب دخالت خارجی خیلی مهم بوده. این یه بستر تاریخیشه و این تداوم پیدا میکنه تا سال 32. حالا تا موقعی که حکومت پهلوی هم هنوز قدرت خودشو پیدا نکرده بوده، تثبیت و تحکیم نشده بوده، ما این دخالت خارجی رو میبینیم. یعنی یه نقش خیلی مهمی داشته تو تغییر معادلات سیاسی و اقتصادی ایران. اشغال ایران سال 1320، مسائل حزب توده، دخالت‌های شوروی، اتفاقاتی که رو 28 مرداد میفته و اینا. خب مردم ما میگم به خاطر اون بستر تاریخی خیلی باور دارن به این که خب ما خیلی نقشی نداریم و خب دول خارجی برای ما تعیین میکنه. این بستر تاریخیشه. اما اگه بخوایم به لحاظ فلسفی هم بهش نگاه کنیم، تئوری توطئه ممکنه مبدأ داشته باشه ولی مقصدی نداره. حالا به چه شکل؟ شما میتونید تا آسمان هفتم صغرا کبرا بچینی، تار و پود بچینی و بری جلو. یعنی میتونید زیر هر کاسه‌ای یه نیم کاسه‌ای شما پیدا بکنی. یعنی اگه قرار باشه بر حسب تئوری و اینکه دارن توطئه میکنن تحلیل بکنی، تحلیل شما انتهایی نداره. هر چیزی رو میشه به هر چیزی ربط بدی، هزاران تفسیر بکنی، بعد اگر ادعایی داری هزاران توجیه براش بیاری. چون شما خب به اسناد و مدارک که دسترسی نداری، سازمان‌های جاسوسی هم که دستت نیست، میتونی هر ادعایی بکنی و برای این ادعا هزار تا توجیه و دلیل بتراشی. اما خب بریم سراغ عامل بعدی. عامل بعدی یکیش اینه که دستگیری افراد چقدر سود و ضرر داره برای سیستم. حس میکنم همون عاملی که گفتم، تجربه پیدا میکنه دستگاه امنیتی، رشد پیدا میکنه. اینا به قول شما دانشگاه دارن، انتقال تجربیات میدن، درس میگیرن از اتفاقات گذشته. خیلی ناشیانه نمیان مثل دهه 60 و 70 عمل کنن، مثلا قطعهای زنجیره‌ای و فلان. این سود و ضرره همیشه یه معیار براشون، یه ترازوه. حالا به این شکل بهتون بگم که تاکتیکا میتونه متفاوت باشه. مردم ما اون تصویری که تو ذهنشون جا افتاده اینه که تنها ابزار دستگاه امنیتی برخورد قهری و سلبیه. خب یعنی یکی رو بکشی، نمیدونم یکی رو دار بزنی، یکی رو زندانیش کنی، ببریش دادگاهیش کنی، از دستگاه قضایی استفاده کنی، داغ و درفش کنی. اما نه، تاکتیکا میتونه متفاوت باشه با معیار همون سود و ضرر. یعنی شما میشینی حساب کتاب میکنی برخورد من باید چطور باشه که کمترین ضرر رو ببرم، بیشترین سود رو ببرم. چون هدف شما خنثی کردن تهدیدات علیه نظم سیاسی مستقر. هدف شما فقط ترسوندن و رعب و وحشت و انتقام گرفتن کودکانه نیست. شما میخوای تهدید رو خنثی بکنی. حالا این خنثی کردن تهدید میتونه پروژه رسانه‌ای باشه، میتونه جنگ روایت ها باشه، جنگ تبلیغاتی باشه، ترور شخصیتی باشه، و یا نه اصلا انفعال باشه. یعنی همین که شما به کسی واکنشی نشون ندی باعث ایجاد فضای شک و تردید بشید تو جامعه نسبت بهش، این میتونه از زندان بدتر باشه. برای مثال برای مهدی نصیری نوئی یا آقای محمد نوریزاده نوئی برخورد نکردن میتونه تبعاتش بیشتر از برخورد کردن باشه. شاید زندانی کردن مهدی نصیری باعث بشه که ویدیوهاش 10 برابر دیده بشه، حقانیت بیشتری پیدا بکنه تو اذهان جامعه. میدونید من حس میکنم دستگاه امنیتی دیگه ناشیانه عمل نمیکنه مثل گذشته و اون ترازوی دستش برای سود و ضرر اقداماتش وجود داره. من یادم چند سالی مثلا آقای محمد نوریزاده آزاد بود دیگه، پس از اینکه نامه‌هایی به آقای خامنه‌ای نوشت چند سالی خب آزاد بود و همه میگفتن خودش. آقای افتخاریان تا اینجایی که یادمه نامه‌هایشون گاهی خیلی تندتر از مطالب من و مقالات من بود. اینجوری نیست؟
بله ایشون هم دیگه تند بود، یعنی کاملا نظام عبور کرده بود. خب شخص رهبر نظام رو هدف میگرفت توی سخنانش و کلمات تندی نسبت به رهبری، نسبت به ارگان‌های نظامی و امنیتی، قوه قضاییه، امام جمعه ها، اینا رو هدف میگرفت و میگفت. و خب نسبت به ایشون هم خیلی شبهه و تردید تو جامعه بود تا بالاخره سال 98 حس میکنم دیگه طاقت دستگاه امنیتی تموم شد و به این نتیجه رسیدن که خب برخورد با ایشون میصرفه و خب دیدیم که ایشون رو چه بلایی به سرش اومده، الان چه روزگاری دارن، سلامتیشون تو چه وضعیت، چند ساله خب مرخصی هم گویا نداشتن، تو زندان هستن و الان 73 سالشونه ایشون، تو اوج فشار، تو وضعیت بد قلبی و بیناییشون هم داره از دست میره، وضعیت خیلی خوبی ندارن. خب حتما باید ایشون این اتفاق براش میافتاد که تا یه عده باور کنن که ایشون نفوذی نیست. بله تمام شد فرمایشتون تو این بحث داره. عرض کنم خب آره یه مورد آقای نوریزاده، یه مورد آقای زیبا کلام دیگه. حالا آقای زیبا کلام با همه این حرفا که ممکنه مثل ماها با براندازی موافق نباشه و اصلا از بقای جمهوری اسلامی دفاع میکنه، برای اصلاح فکر میکنه حالا از این طریق میتونه اصلاح بشه. خب آقای زیبا کلام هم یه جایی صبرشون تمام شد دیگه، رفتن ایشون دستگیر کردن و بردن زندان و بعد اونجا ایشون مشکل سرطان پروستات و اینا پیدا کرد، تا گواهی پزشکی پیدا کرد و برای معالجه اومد بیرون. حالا ببینید یه نکته من قبل از این راجع به تئوری توطئه بگم، بعد بیایم من توضیح بدم که استنباط و تحلیل خود من چیه که با من برخورد نکردن. برسیم به اونجا من توضیح میدم، تحلیل خودم میگم، چون منم خبر ندارم، واقعا من خبر ندارم. کسی به من نگفته که چرا با تو برخورد نمیکنن. مثلا دوستان سابق ما هم ممکنه اینجا باشن، ما ارتباط نداریم، یا کسی به من نگفته که من الان بگم یه امر فیکسی وجود داره پاسخش اینه، ولی تحلیل داریم ما. من الان به اون تحلیل میرسم. ببینید این توطئه انگاری، ضمن که باز تاکید میکنم حتما مقوله توطئه هست در سیاست داخلی، در سیاست خارجی، نهادهای امنیتی، درش بحثی نیست. حتما نهادهای امنیتی آدمای نفوذی دارن در اپوزیسیون میدونید، حالا یا برای خبرگیری یا برای اینکه بیان دو به همزنی کنن، نزاع ایجاد کنن، یا سر یه مقطع خاصی وارد بشن مثلا پروژه نظام پیش ببرن. اینا حتما هست، ولی زیاده روی نباید کرد. من این مسئله را بیش از 10% نمیبینم، بیش از 10-15% نمیبینم. میدونید این مقداره. زیاده روی کردن خاصیتی نداره، چون به قول شما اولا ما نمیتونیم ثابت کنیم. میدونید اصلا مسئله قابل نفی و اثبات به راحتی نیست. الان نه کسی میتونه به نحو قاطع ثابت کنه مهدی نصیری نفوذی نیست و نه کسی میتواند به نحو قاطع ثابت کند مهدی نصیری نفوذیه. این ماجرا. من اگر هر چی شخصا استدلال کنم، قوی ترین استدلالای بیارم که من نیستم، بازم دلیل نمیشه که من نباشم. میدونید اونی که میخواد پروژه نفوذی باشه میره فکر استدلالاش هم میکنه، استدلالاش هم میاد ارائه میده. حالا چه باید کرد؟ یعنی در یه حالت سردرگمی عجیب میمانیم، به هیچ جا هم نمیرسیم. اون وقت خیلی جاها خطا میریم دیگه. مثلا الان مثال شما زدید راجع به آقای نوریزاد خطا شد، راجع به آقای زیبا کلام خطا شد. این مشکل هست، پس اینو بهش توجه کنیم. یه نکته روانی هست برای اینکه ماها به توطئه انگاری، خیلی آدما تمایل پیدا میکنن همه چیز توطئه ببینن، فکر میکنن که با این توطئه انگاری مسئله را یافتن، مسئله را تحلیل کردن، مسئله را حل کردن. میدونید اینه، همین یک کلمه میگه اینجوریست، خب تمام میشه. فکر میکنه فهمیده مسئله را. باید حواسمون به این کار انگلیسه، کار امریکای، کار مثلا اسرائیل، یا کار نهاد امنیتی است. این حالت سازی آره ساده سازی. آره بعد خودمون رو راضی میکنیم که پس ما سیاست رو الان خوب میفهمیم، ما مسائل خوب میفهمیم. میخوام بگم به این بعده
روانیش هم باید مردم توجه داشته باشن. ببینید حالا چرا بنده را دستگیر نمی کنن؟ من تحلیل های خودم میگم، بعضی هاشم قبلا این طرف اون طرف گفتم، باز موضوع را تو سوالات شما بیشتر میشکافیم، نکات بیشتری میگیم. من خب اینا چون قبلا خیلی توضیح دادم، الان تکرارش یه مقدار سختمه که توضیح دادم. من از موقعی که نشریه صبح منتشر میکردم سر مسئله مفاسد مالی و این قصه ها، من مسئله دار شدم به تدریج راجع به جمهوری اسلامی. حساس بودم راجع به مسئله عدالت و فساد اداری و فساد مالی و اینها، مسئله دار شدم و همینجور پیش اومدم تا جایی که نشریه صبح را که ما به این مسائل میپرداختیم، به مفاسد مالی، و اون روزا البته ناچیز بود در مقابل اینا، به اشکالات مفاسدی که در دولت آقای هاشمی مثلا واقع شده بود و اینا. به خصوص وقتی من دیدم جمهوری اسلامی برخورد نمیکنه، بنای برخورد نداره، مسئله را رها کرده، دیدم برای چی ما باید بیایم مثلا من این وسط کار مطبوعاتی کنم، یک پرونده فساد و تخلفی رو کنم، دستگاه قضایی برخورد نکنه، بعد این خودش میشه اشاعه فساد، اصلا قباحت زدایی میکنه از فساد. اصلا جنبندیم به این رسید این کار من رها کنم، من موافق این نیستم، بذارم به خود آقایون، مسئولیتش با خود آقایون. اون موقع میگفتم یا اینا نمیخوان با فساد برخورد کنن یا نمیتونن برخورد کنن. یعنی خب حالا هرچی که پیش اومدیم مسائل روشن‌تر شد که مافیاهای فساد چقدر همه جا رو چنگ انداختن. خب من همون روزا مسئله دار شدم. وقتی که صبح میخواستم تعطیل کنم، خبر به آقای خامنه ای رسید، ایشون خواستن من یه شب رفتم اونجا، بعد از نماز 5-6 نفرم بیشتر نبودن. این قصه بر سال 78 و آقای خامنه ای گفت من شنیدم که شما میخواید صبح تعطیل کنید. نه نباید تعطیل کنید. ایشون در مجموع حالا راضی بود از مواضع اون موقع صبح. ضمن این که حالا مثلا این پرونده های فساد و اینا، ایشون میدید ما چی میکنیم، افشاگری میکنیم. در مورد وزارت نیرو آقای هاشمی اصلا کار به جلسه با ایشون کشید، خواست من رفتم نیم ساعت در یه جلسه 2 به 2 اونجا صحبت کردیم و ابعاد مسئله گفتیم. ایشون متقاعد شد که باید اینا نوشته بشه، گفت نه بنویسید، من جلوتون نمیگیرم. خب ما نوشتیم، منتشر کردیم. بعد از مدتی من دیدم عجب، هیچ خبری نشد از دستگاه قضا. چیزی که به رهبری کشیده او تایید کرده که این حرفا درسته باید نوشت، اما دستگاه قضایی ایشون هیچ برخوردی نمیکنه. نه به من کسی گفت که خرت به چنده، نه با اونا رفتن یقه اون مسئولین بگیرن که این تخلفات چی بوده. من واقعا دچار مسئله شدم دیگه. یعنی حالا اون موقع ما جوانتر بودیم و این حس فساد ستیزی و عدالت خواهیمون خیلی غلیظ بود. خب من دیگه مسئله ایشون خواست گفت نه نباید شما تعطیل کنید. من صبح تو دست و بال بچهای من اینایی میبینم، ولی من دیگه تصمیمم گرفته بودم. اونجا هم با ایشون وارد بحث نشدم که آقا من سوال دارم از شما. یعنی چی که من پارسال 2 سال پیش اومدم اینجا پیش شما، با هم حرف زدیم، گفتم این مفاسد، شما گفتید نه برید منتشر کنید، بعد هیچ اتفاقی نیفتاده. آخه اینجوری که من که شهوت افشاگری ندارم که مثلا میگم اصلا دنبال این قصه ها نیستم. خلاصه حالا مسئله داری من از اونجا، بعد صبح بعدم تعطیل شد، از همون جاها شروع شد و بعد از صبح من دیگه کارمند بودم. میدونید کارمنده. یه مدت برگشتم قم، تحصیلاتم تکمیل کردم، بعد برگشتم با تشکیلات ائمه جمعه کار میکردم، کارمندی میکردم. اونجا معاون سیاسی و فرهنگی بودم، ولی ابتکار عمل دست من نبود. اونجا یه سیاستی تشکیلات داشت، ما هم اون اجرا میکردیم. بعد 4 سال مأموریت رفتم کشور امارات به عنوان معاون فرهنگی، نمایندگی رهبری در امارات. 400,000 ایرانی اونجا بودن. ما برای اونها 2-3 تا نشریه منتشر میکردیم، نشریات فرهنگی، سیاسی هم نبود چون دولت امارات خیلی اجازه نمیداد. تا 88 که برگشتم کاملا از نظام اداری جمهوری اسلامی جدا شدم، منسلخ شدم. رفتم حوزه، پروندم در تشکیلات حوزه، مرکز خدمات حوزه و تامین اجتماعی
بعدم 2 سال پیش با یه حداقل حقوق تامین اجتماعی من بازنشسته شدم دیگه، تمام کل ارتباطاتم قطع شد. یه بیمه تکمیلی هم که برای طلبه‌ها داشتن اونم پارسال از من قطع کردن به عنوان مجازات. این که چند بار پیغام دادن، اون معاونت صیانتشون آمد با من حرف زد که مثلا من متقاعد کن از این مواضع دست بردارم، منم گوش نکردم. مثلا بیمه تکمیلیشون این حرفای قطع کردن. یه شهریه مختصری هم میدادن 3-4 میلیون بود، اونا هم قطع کردن. خب عرض کنم که پس من این وضع داشتم 88 به بعد. توی اوایل دهه 90 سر مسئله حجاب من به نظرات جدیدی رسیدم، موضوعم با نظام متفاوت شد. بعد کشید به یه مناظره‌ای که در شبکه 4 سیما من رفتم مطرح کردم، اونم آقای خامنه‌ای و نظام برخورد کردم با اون برنامه، من از آزادی حجاب دفاع کردم. اینا جای دیگه من توضیح دادم. تا اینکه یکی کشتار 98 رخ داد، درست 98 یا 97 بود تاریخش؟ 98 داره. خب اون خیلی برای من تکان دهنده بود. یکی هم مفاسد مالی که اگه یادتون باشه آخر دوره صادق لاریجانی بود، هی یکی چند هزار میلیارد هی افشا شد. من با خودم گفتم خب آقا من 20 سال پیش به شما گفتم که این مفاسد داره میاد، باید جلوشو بگیرید، اگه جلوشو نگیرید غیر قابل کنترل میشه. بعد دیدم حالا رسیده دارن ایلغار میکنن ثروت‌های کشوره. بعدم انتخابات فرمایش 100% فرمایشی، حالا همیشه انتخاباتشون چون نظارت استثبابی بود واقعا مشروعیت نداشت، ولی دیگه اینقدر نمایشی نبود تا انتخابات مجلسشون و بعد انتخابات ریاست جمهوری. من دیگه مجموعه اینا اصلا مشروعیت جمهوری اسلامی در ذهن من از بین رفت. من حالا یه سری تحولات عقیدتی پیدا کردم، از جمله مثلا به این نتیجه رسیدم که یک حکومت، ولو اینکه حکومت پیغمبر و امام معصوم هم مثلا باشه، اگر نظر موافق اکثریت نداشته باشه حق تحمیل نداره، نامشروعه، باید با نظری اکثریت پیش بره. این حالا به لحاظ استدلالی برام جا افتاد، قبلا شاید مثلا خیلی جا نیفتاده بود. خب برام مسجل شد که اینا حمایت اکثریت مردم ندارن، اینا به قانون عمل نمیکنن، به قوانین خودشون عمل نمیکنن. جمهوری اسلامی شد برای من یه موجودیت نامشروع. میدونید نامشروع. بعدم که دیگه ایلغار، دزدی، ویرانگری، هر روزم اطلاعاتمون بیشتر شد، از ایدئولوژی زدگی فاصله گرفتیم، فهمیدیم سیاست‌های اقتصادیشون غلطه، سیاست فرهنگی غلطه، سیاست خارجیشون غلطه، همه چیز غلط اندر غلطه. خب این حالا میخوام به یه نقطه عطفی برسم. اون تا اینجا من همچنان منفعلم ولی مسئله دار شدم دیگه. حالا یعنی مسئله داریم شروع شد، هی تشدید شد. میدونید هی تشدید شد. یه بخشش با عملکرد آقای احمدی نژاد مسئله داری من تشدید شد مثل خیلیا. بعد فرض کنید قصه های بعدی، تا اینکه ما رسیدیم به این فساد. من یه روز یه مقاله نوشتم در کانال تلگرامیم که مثلا چیه این همه پرونده فساد و اینا در میاد، رهبری خبر داره اینا را، دفتر رهبری این چیزها را به گوش رهبری میرسانن که چی داره در کشور میگذره. این مقاله من که اومد من خواستن، یعنی در دفتر رهبری اونجا جلسه ای، حالا مدیرانشون بوده، معاونتاش بوده، هر چی که بوده، اونجا نشستن و دیدن عجب من وارد گود شدم. یعنی تا اون موقع وارد گود سیاسی به این مفهوم و نقد متوجه دستگاه رهبری نبوده، چیزای انتقادی می نوشتم. و البته قبلش این مثلا فکر میکنم سال 99 98 همون 90 یا 97، الان دیگه تاریخاش متاسفانه خیلی دقیقا خاطرم نیست، ولی برای همین 3-4 سال 4-5 سال اخیره. بعد عرضم به حضور شما که اونجا گفتن که به یکی مأموریت دادن که با فلانی صحبت کنید، بخوایدش صحبت کنه. حالا اون می‌خواست بیاد قم با من صحبت کنه، من قم بودم، گفت پیغام دادم، گفتم نه من دارم میام مثلا فردا تهران، من میام اونجا حرفتونه بزنید. اون کسی هم که بهش مأموریت دادن آقای مقدم فر بود.
آقای مقدمفر معاونت فرهنگی سپاه موقعی بود و تو بیت اونجا هم ارتباط داشت. با یکی دو نفر دیگه ما رفتیم اونجا، گفتن که شما که اینجا هستن، آقایونی که اینجا تو تشکیلاتن، خیلی ها شما میشناسن، 10 تا کانال مثلا میتونی داشته باشی، چرا این مطلب را علنی توی کانالتون نوشتید؟ یعنی حساس شدن دیگه. حالا من ورود کردم به مسئله و مثلا صراحت بیان من اینا میدونستن، بعد میدونستن که من پیشتاز مبارزه با این فساد بودم در دهه 70. متوجهین؟ حتی در دوره کیهان یکی از اولویت‌های من همین مسئله فساد ستیزی بود و نقض قوانین که حالا اون روزا زاویهش باز شده بود بعد از جنگ و خیلی اندکم بود، ولی خب بعد گسترش پیدا کرد. من بهشون گفتم که به 2 دلیل علنی نوشتم. یکی به این دلیل که حالا مطمئن نبودم که شما به دست ایشون میرسانید، چون خبر داشتم، میدونستم که یه چیزایی به ایشون نمیدن. در همین اینم اینجا بگم تو پرانتز، جای دیگه هم حالا من بعضی از اینایی گفتم ممکنه برای بعضیا تکراری باشه. من سال مثلا اوایل دهه 80 بود، در همون فضای دفتر رهبری یه روزی دوستمون آقای سلیمی نمیمی دیدم که مدیر مسئول کیهان هوایی بود در اون دورانی که منم در کیهان بودم. البته این توضیح بدم، کیهان هوایی تحت نظر و مدیریت من نبود، مدیر مسئول جدا داشت آقای سلیمی بود، من مدیر مسئول روزنامه کیهان بودم، چون کیهان هوایی مشخصا به مسائل خارج از کشور میپرداخت. من دیدم بعضی ها مثلا گاهی مطالب کیهان هوایی به حساب من میخوام بذارن یا که اشتباه میکنن. اصلا من مسئولیتی، ما هر دو تا نشریه جدا از مؤسسات کیهان بودیم، زیر نظر نماینده رهبری در مؤسسه کیهان و زیر نظر سرپرست مؤسسه کیهان. حالا من ایشون دیدم، اون ایام من تشکیلات ائمه جمعه بودم، دیدم ایشون از یه جلسه اومده بیرون، یه مقدار ناراحت هم هست، گفت اینجا الان یه جلسه بود، اینا میگن که آره ما بعضی از گزارش ها را به آقا نمیدیم چون اگه بدیم ایشون دپرس میشه. میدونید اون موقع من سال 82، یعنی ایشون 22 سال پیش هنوز جوانتر بودن، حالا الان دیگه سالهای بعد چه چیزا را دادن و چه چیزا را ندادن، یک مهندسی اطلاعاتی راجع به ایشون میشه. البته نمیخوام بگم حالا ایشون ممکنه خیلی چیزا را نمیداند، نه خیلی چیزا را میداند، ممکنه واقعا خیلی چیزا را هم نداند. مثلا حالا این بحثش شده است، حالا چه بداند چه نداند، مسئول اول همه چیز ایشونه. در این بحثی نیست، ما نمیخوایم بگیم نمیدوند، ایشونه چی کنیم؟ تبرئه کنیم. بداند بد است، نداند بدتر است. حالا این فرقی تو قصه نمیکنه. خب من روی همین حساب گفتم آره من که مطمئن نبودم بدید. ثانیاً اگرم میدادید خصوصیشون میدید یه تأثیر داشت، اصلا تأثیر نداشت. عمومی گفتن اون تأثیر داره. اصلا شما این که من الان خواستید برای این جلسه به خاطر اینکه من عمومی منتشر کردم، اگه منتشر نمی کردم همین جلسه هم نمیذاشتید که فرمالیته بود جلسه، یعنی همینجوری خواستن حالا با من یه صحبتی کنن، نمیدونم فرض کنید که حالا یه چیزی خواستم بگم که موضع من مثلا تندتر نکنن یا به هر دلیلی دیگه، چون هیچ تأثیری اون قصه نداشت. خب من بعد از اینها بعد دیگه میرسیم به قصه اون کشتار 98، اون انتخابات دیگه. ماجرای مهسا رخ میده دیگه، اون فجایع، اون جنایت ها همینجور دیگه موضع من تندتر کرد، موضع من رادیکال کرد و واقعا جنبندیم این شد که بقای جمهوری اسلامی برای ایران، برای ایرانیان، برای دنیای مردم، برای دین. اون من به عنوان یه طلبه که خب ما وظیفه دینی است، یعنی اخلاقیات دین، باورهای دینی که میتونه جنبه سازنده داشته باشه، برای همه اینا خطر داره بقای جمهوری اسلامی. و ما اگر سکوت کنیم، ماهایی که نقش داشتیم در انقلاب 57، حالا من نوجوان بودم، نقش داشتیم در تحکیم جمهوری اسلامی، نقش داشتیم، ما امروز اگر جلوی این ماجرا را نگیریم، جواب خدای چی بدیم، جواب مردم چی بدیم، جواب تاریخ چی بدیم، جواب فرزندان خودمون چی بدیم. این بود که من خب
اومدم وسط این میدان و این قصه را هم توی که از گفتگوها گفتم دیگه. اون روزی که من قبل از حالا این قصه 98 و اینا هنوز ورود نکرده بودم، یه موقعی به خانمم گفتم که ببین من اصلا دیگه زندگی تو این فضای عمومی نمیتونم تحمل کنم، اینقدر شرایط خرابه و اوضاع خرابه، کاریم از دست ما اینا بر نمیاد، بیا بریم یه روستایی با هم زندگی کنیم، اونجا میریم 4 تا گوسفند میگیریم، چوپانی میکنیم، بزچرانی میکنیم مثلا، بیا بریم اونجا. ایشون گفت که نه شما مسئولیت دارید، بالاخره آدم از مسئولیت که نمیتونه شانه خالی کنه. گفتم خب حالا اگر واقعا من به نظر شما خواسته باشم عمل کنم، من بیام وسط میدان، خیلی سریع و رادیکال میام وسط میدان، یعنی اینجوری نیست دیگه، اهل مماشات و اینا نیستم. و خب ایشون نفع نکرد دیگه. حالا بعداً یه وقتی من یه جایشون گله کنه میگم که من اون روز با شما مشورت کردم، شما اینجوری گفتید. حالا مثال میخوام بزنم. خب من دیگه پس مواضع تون شد. یه قصه دیگه هم بگم اینجا، نمیخوام چون به این که چرا با فلانی برخورد نمیکنن، این قصه توش تأثیر داره. حالا اینجا به تفصیل نمیخوام بگم چرا با من برخورد نکردن، تا اینکه حالا پا شدم آمدم کانادا اینا، تو این فاصله چرا برخورد رخ نداد. حدود 2-3 هفته به ماجرای مهسا، یعنی شهریور سال 1401، 2-3 هفته کار داشت ماجرای مهسا رخ بده و من همین جور دیگه یه سالی بود خیلی صریح در کانال تلگرام، اینستا هم داشتم. حالا اینستا اینا ریپورت میکردن و سایبریا 5 بار 6 بار صفحه منو بستن. در توییتر هم من شروع کرده بودم، اونجا هم 5-6 بار هی ریپورت کردم منو بستن. با اسم دیگه می آمدم، اصلا توییتر گوشی من شناخت، با هر اکانت جدید دیگه اصلا منو بلاک کرد. یعنی حالا با گوشی بعد من اخیراً رفتم ولی اونجا خیلی فعال نیستم. عرضم به حضور شما که چی میگفتم؟ یه لحظه یادم رفت که گفتید که 2-3 هفته پیش از اتفاق بله مهسا. بله داستان آقا مسعود. آره عرض کنم که خب تون می نوشتم دیگه، مواضع صریح داشتم و دیگه حالا یه مقاله اومد برای من اومد در خصوصی، اینه که در تلگرام فرستاد بعد از محرم اون سال بود. عنوان مقاله این بود که عاشورا به روایت یزید. من حالا تیترش کردم عاشورا به روایت جناح یزید، مثلا یه چیز اینجوری. خیلی مقاله تندی بود، در این حال جالب بود. مقاله هم نبود، یک تقطی شده تک جمله های همینجور یک کسی گذاشته بود. حالا من 2 تا جملهش الان یادمه. یه جملهش این بود که اگر ما در کربلا با حسین نمی جنگیدیم، باید در کوفه با حسین می جنگیدیم. میدونید یکیش این بود که فقط این بصیرت شمر بود که او را وادار کرد در مقابل حسین وایسته. اگر این، یعنی هر جمله بعداً این مقاله متاسفانه پاک شد، دلیت شد، من ندارم، هر جملهش جالب بود. خب این مقاله برای من اومد، خیلی دیدم جالبه و فهمیدم خیلی هم تنده، خیلی تند بود. تندیش اهل فن میفهمیدن. حالا شاید بعضیا که خیلی مثلا اهل مطالعه اونجوری شاید خیلی نبودن، ممکن بود تندیش نفهمن، البته میفهمیدن که انتقادیه. به لحاظ ادبی خیلی قوی بوده، یعنی تشبیه و استعاره های بسیار خلاقانه. آره من این مقاله که منتشر کردم، خب بعضی دوستا دیگه پیغام دادن خیلی تنده این، مثلا چطور، تا اینکه اون ایام یه دوست سابق 30 ساله خانومی بود که در کیهان، حالا اسمشون من نمیخوام بیارم، ضرورتی نداره، همکار ما در کیهان بود و مطالبی میداد و منتشر میشد مقالاتش و اینا، و ایشون با آقای خامنه‌ای از همون سال قبل از اون با بیت و اینا ارتباط داشتن
کاراش آقای خامنه ای میدید و مثلا گاهی تشویق میکرد و تایید میکرد و از این قصه. و من البته دیگه 25 سالی بود دیگه ما تماسی چیزی ارتباطی با اون خانم نداشتیم، یعنی دیگه حالا ارتباط قطع شد دیگه، کم کم همینجوری فاصله گرفتیم. ایشون هم خیلی با خط و خطوط من همون سالا احساس قرابت نمیکرد، تا اینکه به من زنگ زد تهران که مثلا یه دیداری داشته باشه، میخواد یه صحبتی کنه. من رفتم، ایشون این مقاله دیده بود و گفت آخه این مقاله مثلا اینقدر تند و این حالا چجوری مثلا، حالا توضیح دادیم. ایشون گفت که میخواید شما یه متن بنویسید، متن مختصر، من به رهبری میرسانم، بنویس چی میخوای، هر چی میخوای بگی به ایشون میرسانم. من یه فکری کردم، گفتم خب حالا سنگ مفت گنجش مفت، خیلی خب حالا ایشون گفته. من البته قبلش هم خودم چیزی مینوشتم، میتونستم میرساندن، حدسم این بود، ولی حالا دیگه اصلا خیلی میدونستم تأثیر نداره. اینقدر نامه ها ظرف این سالها کسانی نوشتن و دادن، از مراجع تقلید بگید تا مسئولین تا کی، و اعتنایی نمیشد، میدونید اصلا اعتنا نمیشد. حالا ایشون اینه به من گفتم خیلی خوب، آخرین اتمام حجت میتواند باشد. من برای خودم بگم که من به بعضی جا گفتم، بعضی از این دوستان اصلاح طلب ما که به مواضع من ایراد میگیرن چرا تند رفتی، میگم آقا جون من جلوتر از شما تلاش برای روزنه گشایی کردم، تلاش برای راهگشایی کردم که این مسیر برگرده، خب نتیجه نداد دیگه. من یک متن خیلی کوتاهی نوشتم، خیلی هم محترمانه، آغاز مقام معظم رهبری. گفتم خب حالا میخوایم یه حرفی بزنیم، اگه میخوایم یه نتیجه بگیریم مثلا با احترام دیگه، و الا تو نقدام دیگه من خیلی رعایت آداب و احترامات اینجوری نمیکردم. دو تا نکته گفتم. نکته اول این بود که آقا شما با واقعیت امور، اون چی که در جامعه داره میگذره بیگانه اید، خبر ندارید گویا از خیلی از چیزا، یه شکافی است بین شما و واقعیت امور. هرچند شما مثلا بارها گفتید نه من همه چیز را میدونم مثلا، حالا تلقی ما این بود، واقعا هم شاید ایشون همه چیزی میدونه، من حالا اصلا این برای من خیلی شفاف نیست ایشون چه حجم از مطالب را میداند میدونید، و چه چیزایی را نمیدوند، ایناش دیگه حالا قابل بحث. و بعد گفتم که یه سری از نخبگان و منتقدان هستن در جامعه، اینا طرح دارن، نظر دارن، دیدگاه دارن، شما بیایید یک پلی بزنید بین نخبگان منتقد با خودتون و این حرفا چی بشه؟ منتقل بشه، و با این تحلیل که خب شاید منشأ اثر باشه، آقا روند عوض کنید، مشکلات حل کنید، رضایت مردم ببینیم اصلا چه باید کرد و اینا، همه چی داره کشور به لبه پرتگاه داره میره. بعدم پیشنهاد کردم که این، و حرف من این بود، من به عنوان شخص میتونم کمک کنم به این کار، یعنی در شکل دادن یک جمع نخبگانی که منتقدان جمع کنیم در داخل، حرفاشون منتقل بشه. گفتم رابطم پسرتون آقا مسعود باشه، چون مثلا 3 سال قبلش من یه جلسه ایشون دیده بودم، یه آشنایی اینجوری بود و فکرم کردم حالا جز پسر ایشون هیچ کس نمیتونه، جرئت نمیکنه حرفای انتقادی بده. من اینم میدونستم که چجوریه. بعد نکته دومی که گفتم ضمناً همین نخبگان منتقد و خیلی از صاحب نظران برآوردشون اینه که شما اگر مسیر عوض نکنید، تغییر ندید، دیر یا زود به سمت فروپاشی ما داریم پیش میریم. اینو هم گفتم. نامه رفت و نامه که فرستادن، اون مقاله محرمم رو این خانم گذاشت و فرستاد برای آقای خامنه ای و احتمالا ندیده بود قبلش. بعد از چند روز زنگ زدن از دفتر آقا مسعود، زنگ زدن که بیایید بخوایم صحبت کنیم. خیلی محترمانه زنگ زدن و ما رفتیم اونجا، یکی 2 ساعتی صحبت کنیم. ایشون گفت که آقا مسعود گفت که خب این نامه شما خوندن رو به من ارجاع دادن و چند خطی که باباشون گفته بود یادداشت کرده بود برای من. گفت اولیشون گفت که خیلی نرم، البته
که خب حالا آدم مثلا وقتی میخواد منتقد بشه باید با یزید مقایسه کنه، مثلا اون مقاله خوانده بود اینه گفت و اینا. بعدم گفت که من با استفاده از فکر و کار و توان شما موافقم. خب آقا مسعود هم میگفت ببین خیلی تحویل گرفت و اینجوری، و بعد حالا با ایشون حرف زدیم مفصل، حالا من نمیخوام بگم چی بود و اینا. همین چیزای من همین توضیح دادم، این شکاف واقعیت، این که بابا اوضاع اینجوریه. مثلا یکی از چیزایی که اون موقع بهش گفتم، آقای خامنه‌ای اون موقع یه صحبتی کرده بود، دوست اون آقای محمد حسین یا محمد حسن، محمد حسین کریمی که توییت های خیلی خوبی میزنه، همون موقع یه توییت زد گفته بود این صحبت ها آقای خامنه‌ای برید تو مترو برای مردم با صدای بلند بخوانید ببینید واکنش مردم چیه. مثلا منظورش این بود که مردم یا مسخره میکنن یا هو میکنن یا اصلا این چیه، مثلا چه حرفی زدی. حالا اینا من گفتم. بعد قرار شد که ایشون داشت سفر مشهد میرفت و بعدم سفر اربعین، بعد به من پیغام بدن که ما بریم جلسات بعد بشینیم ببینیم جلسه بعد چه کار باید کرد. من از فردای اون روز اون نوشتنام ادامه دادم، یعنی احتمال دادم که اینا فکر کنن من برای آشتی، برای پروژه گرفتن، برای نمیدونم مقاله، هر چی که میخوان بگن این نامه را نوشتم. چون این فکر بود گفتم همون نوشتنهای سابق با همون صراحت ادامه میدم، این فکر نیاد توی ذهنشون. من با همون مواضع اومدم با شما اینو گفتم، موضع منم همونه. اتفاقا همون روز که زنگ زدن از دفتر رهبری، زنگ زدن که من برم، روزی بود صبحش من یه مقاله راجع به جانشینی مجتبی نوشته بودم دیگه، خیلی تند بود. گفتم اینجا دیگه برخورد میکنم. بعد از ظهر پرایوت نامبر زنگ زد، یک بار، دو بار، 7 بار زنگ زد، جواب ندادم. گفتم ولشون کن، الان میخوان راجع به این مقاله لابد چیزی بگن. بعد دیگه با تلفن مشخص، این پرایوت نامبر از دفتر رهبری بود، چون اونا هم پرایوت نامبر زنگ میزنن، ریاست جمهوری و دفتر رهبری و اطلاعات و اینا. بعد با شماره مشخص از دفتر رهبری زنگ زدم، من جواب دادم آقا ما از دفتر آقا مسعودیم و مثلا میخوایم قرار جلسه اینجوری که ما رفتیم جلسه رو انجام دادیم. من اون نوشتنهای ادامه دادم. خب 2 هفته بعد ماجرای مهسا رخ داد، یعنی اون شورش و اون ماجرا و همه چی به هم داشت میریخت، یعنی واقعا ماجرای فروپاشی داشت میرفت و اینا. بعد دیگه هیچ خبری البته نشد از آقا مسعود که چی شد، منم پیگیری نکردم. بعدن خبر رسید که گفتن آره ای بابا فلانی که دوباره رفت همون مقالاتشو نوشت ادامه داد که فهمیدید، یعنی کاملا حدس من درست بود. توقع داشتن که شما دیگه فعالیت علنی نداشته باشید. آره حالا مثلا بریم یک از این کارهای فرمالیته‌ای که انقدر تو این نظام شد و از این حرفا و اینا که میدونستن. خب چی میخوام بگم؟ حالا چرا با مهدی نصیری برخورد نمیکنن، از اینجا وارد میشه. من وقتی که خب اوایلش تندی زیاد نبود، طبیعی بود که برخورد نکنن، یه مدت را اومدن. بعد که خب یه مقدار تند و صریح شد، اینا نشستن فکر کردن که خب الان ما اگه فلانی بازداشت کنیم، دستگیر کنیم، به دادگاه بخوانیم، همه میگن عجب اینا با فلانی هم که نماینده رهبری در کیهان بوده، نشریه صبح منتشر میکرده، رهبری به صبح علاقه داشته، مثلا اون موقع هم روابط انقدر خوب بوده، بعد صبح میخواسته تعطیل بشه، گفته تعطیل نکنید، و اینا اینم دیگه نمیتونن تحمل کنن. متوجهید؟ یعنی جنبندیشون این بود که آقا هزینه برخورد با فلانی برای ما بیشتر از فایدشه، برای همه سوال میشه، برای حزب اللهیا سوال میشه، حزب اللهیا به خصوص. متوجهید؟ اینا همین جوری در برخورد به تردید افتادن. بعدم خب از من چه آتویی داشتن، چه چیزی داشتن؟ هیچی. با شکر خداوند. متوجهید؟ حالا چی مثلا
آتویی که آخه اینا خیلی هایی با آتوها پدرشون در میارن، میدونید آتو ازشون میگیرن بعد ساکت میکنن اله و بله. خب از این چیزا هم که نداشتن خدا را شکر. عرضم به حضور شما که خب همینجور برخورد نکردن. ببینید این جلسه ای که من گفتم اونجا با آقا مسعود، خود اون 1 سال برای من فضای امنیتی درست کرد، میدونید، یعنی فضای امن درست کرد. یعنی باز اگر میخواست 2 ماه بعدش، 3 ماه بعدش، 5 ماه بعدش، خب باز من همین چیزی که الان گفتم برای شما، آقا یه ماجرای اینجوری بوده، شما کلی تحویل گرفتی، کلی استقبال کردی، ما رفتیم اونجا با آقا مسعود چقدر تحویل گرفتی، 2 ساعت حرف زدیم اله بله، چی شده حالا مثلا؟ یعنی چرا مثلا خود اون 1 سال حاشیه امن ساخت برای من.